خورشید مهار شده در چین. اینجا یکی از بزرگترین نیروگاه‌های خورشیدی شناور جهان قرار دارد. سازه‌ای مهندسی شده با بیش از 166 هزار پنل خورشیدی که روی دریاچه‌ای در استان آنهویی شناور است. جایی که زمانی معدن زغال سنگ متروکه بود، امروز به مزرعه‌ای درخشان برای تولید انرژی پاک تبدیل شده. این نیروگاه در سکوت و بی‌وقفه روزانه بیش از 160 هزار کیلووات ساعت برق از نور خورشید استخراج می‌کند. بدون سوخت، بدون دود و بدون وقفه. یک اکوسیستم تکنولوژیک که خود را با نور تغذیه می‌کند. اما این تنها یک پازل کوچک از نقشه بزرگ چین است. تا سال 2025 ظرفیت نصب شده خورشیدی این کشور از 1080 گیگاوات فراتر رفته، یعنی 12 برابر کل ظرفیت برق ایران از تمام منابع. فقط در یک ماه چین 93 گیگاوات پنل جدید به شبکه اضافه کرده، معادل برق کل کشوری مانند مصر یا 3 برابر ظرفیت تجدیدپذیر ایران. در حالی که ایران تابستانها با خاموشی، فرسودگی و اتلاف انرژی دست و پنجه نرم می‌کند، چین آینده را روی بام خانه‌ها، سطح دریاچه‌ها و فراز کوهستان‌ها طراحی می‌کند. چین در حال ساخت آینده خود با نور خورشید است.